بالاتر از بهشت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون در بهشت فردوس میبینید همونطوری که ماه شب بدر میبینید، بدون هیچ ازدحامی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله، الله نور السماوات والارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوههای بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید، الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میده تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه. وقتی این همه انسان ذلیل باشه، قیمتش با این باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه. کالا و متاع شیطان دیگه مواد مخدر، زناست، رواست، ظلم، فحشاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که خداوند ملک الموت فرستاد قبض روح پسر یکی از بندگانشو بکنه. وقتی رفت که قبض روحش بکنه، تنها پسرش بود، عزیز بود، قبض روحش کرد، برگشت پیش خداوند. خداوند ازش سوال کرد قبضتم ولد عبدی فلان، قبض روح کردید بچه فلان بنده منو ازش گرفتید؟ ملک الموتی که بارالله خودت منو فرستادید دیگه. نه من میخوام چه جواب از تو بشنوم. گفت به امر تو بله یا رب. گفت قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دلشو ازش گرفتی، جگرگوشش؟ گفت بله یا رب، به امر تو رفتم من، تو منو فرستادی که برم جگرگوشش، میوه دلشه، عزیزشه، تنها پسرشه، فرزندش ازش بگیرم. سوال سوم فماذا قال عبدی، عکس العمل عبد من و بنده من وقتی جگرگوشه و میوه دلشو ازش گرفت